سلام دوستان، ما اومدیم معبد واتارون، یکی از جاذبه های توریستی شهر بانکوک. همراه باشید بریم داخل، یه سری توضیحاتی در رابطه با معبد بهتون بدم. این تیکت برای ورود به معبد. این دو مجسمه که در طرفین من میبینید دو اسطوره‌ای هستند که از نگهبان‌های معبد تشکیل شدن که برای مردم بانکوک بسیار مقدس و قابل احترام هستند و هنوز هم به عنوان نمادی از نگهبان‌های بانکوک شناخته می‌شوند. واتارون یکی از معابد قدیمی بانکوکه که حدوداً 70 متر طول داره، ارتفاعشه و از خرده چینی‌های قدیمی استفاده شده و خیلی زیبا و یکی از جاذبه‌های توریستی بانکوکه که همونجوری که مشاهده می‌کنید یه عالمه توریست در منطقه حضور دارن. شیب بسیار عجیبی دارن با ارتفاع بلند. با ما باشید تا ما بریم اون بالا. ارتفاع جالب 70 متر. یه معماری قدیمی داره که هر گوشش یه معماری خاصی رو داره و خیلی زیبا و نقش آفرینه.
สุดท้ายเป็นปลาน้ำแข็งนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่นี้นะครับก็จะมีการแสดงแบบลงสะพานพุทธนะครับจะเป็นการแสดงที่มากยูโรนะครับแบบยาวๆในช่วงเวลา 20 นาฬิกาอีก 5 นาทีนะครับและช่วงนี้ครับก็จะมีการแสดงครับในจุดบริเวณสนามพระราม 8อาคารพนักงานราชนาวิกษณากองทัพเรือเลยครับสะพานพุทธตึกร้านซอยล้ม1919และไอคอนสยามในเวลา